به نام خدا. ادامه مبحث آشنایی با زبان برنامه‌نویسی سی شارپ. مبحث بعدی که خدمتتون می‌خوایم ارائه بدیم آشنایی با عملگرهای انتصاب. چند تا عملگر دیگر هم خدمتتون می‌خوایم معرفی کنیم. عملگر انتصاب همین عمل مساویه که شما تا الان خیلی استفاده می‌کردین، منتها یه دونه مساوی توجه داشته باشین و اینو ما به نام انتصاب در برنامه‌نویسی می‌شناسیم. مفهوم اینم بسیار ساده است. ببینید شما توی زبان برنامه‌نویسی، تو کد نویسی وقتی می‌نویسین x مساویه با y آخرش هم سیمیکالون، مفهوم الان این عبارت یعنی چی؟ یعنی مقدار y رو بریز داخل x. توجه داشته باشین همیشه مقادیر سمت راست به داخل مقادیر سمت چپ منتقل میشن. پس عمل انتصاب مفهوم و در حقیقت کاربردش به این صورت خواهد بود. اینو با عملگر مقایسه اشتباه نگیرید. توی زبان برنامه‌نویسی سی شارپ عملگر مقایسه در حقیقت دو تا مساوی هست که ما ازش استفاده میکنیم. خب میام پایینتر. به عنوان مثال ببینید الان اینجا گفته int x مساوی با 10. این یه انتصابه. 10 رو بریزه داخل x. این دستور x مساوی با 10 یه عمل انتصاب. یا y مساوی با 3 یعنی 3 رو بریز داخل y. درسته؟ خب اما میخوایم باز با یه سبک نوشتن دیگه در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ آشنا بشیم که اینم خوب توجه داشته باشین. از لحاظ خروجی فرقی با هم نمی‌کنن، فقط از لحاظ سینتکس یا کد دستوری که باعث میشه یه مقدار کد نویسی کوتاه‌تر و مختصرتر بشه. تفاوتشون اینه. ببینید اینا که تو این جدول هست خدمتتون می‌خوام یکشو توضیح بدم، بقیه هم به همین سبکه. ما این تو این خط خوب دقت کنید گفته x مساوی با x به علاوه y سیمیکالون. درسته؟ باز هم از لحاظ عبارت ریاضی مفهوم این یه انتصابه، اما این انتصاب داره میگه چیکار کن؟ داره میگه x رو به علاوه y کن، هر چی به دست اومد در نهایت بریزش داخل ظرف x. خوب توجه کنید. پس این عبارت x مساوی با x به علاوه y به این مفهومه که x رو به علاوه y کن، این دوتا رو با هم جمع کن و نهایت بریزش داخل ظرف x. بعدی ها هم به همین صورت. بعد گفته x منهای y نتیجه رو بریز توی x. اما اون عملگر جدیدی که خدمتتون میخوایم معرفی کنیم که جدیده توی در حقیقت برنامه‌نویسی به این صورته. شما این کدی که اینجا نوشتم به این سبک رو در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ میتونید به این سبک هم بنویسید. x به اضافه مساوی با y. خوب دقت کنین این عملگر جدیده، به اضافه مساوی y. مفهوم این عبارت یعنی دقیقاً همین عبارت سمت چپ. x مساوی با x به علاوه y این چیز سمت چپ نوشین، شما در زبان سی شارپ میتونید اینو به این سبک بنویسین. x به اضافه مساوی با y. الان اگر از شما سوال بشه مفهوم این عبارت یعنی چی، دقیقاً میشه عبارت سمت چپیش. حالا شما دوست دارین به این سبک خواستین بنویسین و دوست دارین به این سبک. دیگه این دلخواه انتخاب شماست که از این به بعد میخواین عبارتتون رو که در حقیقت جوابم یکی میشه فرقی نداره به کدوم سبک برسین. بعدی ها هم به همین سبک. دقت کنین x ضرب در مساوی با y یعنی x مساوی با x ضرب در y یعنی این. و به همین سبک x اسلش مساوی با y x درصد مساوی با y. در حقیقت تک تک عبارت هایی که در این ستون هستن معادل عبارت سمت چپن و علاوه در حقیقت خروجی هم جوابشون یکی میشه. اما میخوام بریم یه عملگر دیگر با هم آشنا بشیم. بعد لطفاً بیاین همین دستورایی که اینجا هست رو داخل یک کنسول در حقیقت محیط سی شارپ باز کنید، بنویسید و نتیجه رو ببینید. خب این عملگر هم یه عملگر جدیده. ما توی در حقیقت زبان برنامه‌نویسی سی شارپ اینو داریم در محیط‌های برنامه‌نویسی سی. عملگر یکتایی پلاس پلاس و عملگر یکتایی ماینس ماینس، یا دو تا به اضافه و یا دو تا منها. این عملگر رو خوب دقت کنید. این عملگرها رو به نام افزایشی و کاهشی میشناسن. عملگر افزایشی و کاهشی. اما یه نکته خیلی ظریف توی این در حقیقت عملگرها موقع نوشتن دستوراتش هست که اینو قطعا اگر یه بار داخل سیستم تست کنید اینا رو نتیجهشو خواهید دید. اول من خدمتتون اینو خواهم گفت. ببینید اولا که x مساوی با x به علاوه که همتون دیگه الان میدونید یعنی چی. یعنی x رو یک واحد اضافه کن بذارش داخل x. درسته؟ این مفهوم این عبارته. حالا معادل همین عبارت شما میتونید بنویسین x++. در حقیقت مفهوم این یعنی این x++ یعنی x برابر با x به اضافه، یعنی یک واحد به x اضافه کن. اما نکته‌ای که اینجا هست و شاید
نکته خیلی ظریفیه که من میخوام خیلی توجه داشته باشین بهش اینه که این پلاس پلاس رو شما میتونید بعد از متغیر استفاده کنید و میتونید قبل از متغیر استفاده کنید. درسته؟ یعنی شما میتونید بگین x پلاس پلاس و میتونید بگین پلاس پلاس x که این از لحاظ خروجی مقدار x خیلی تفاوت میکنه توی برنامه‌نویسی. خیلی باید حواستون باشه. من مفهوم اینو خدمتتون بگم، اما برای اینکه قشنگ متوجه مطلب بشید باید با یه مثال اینو قطعا خودتون ببینید که چه اتفاقی داره میفته. ببینید الان من فرض کنید x مقدارش 5 باشه. خب x مقدارش 5 باشه. اینجا که میگم x پلاس پلاس، خب این مقدار 5 الان گفتم x 5 درسته، مقدار 5 در محاسبات عبارات قبل استفاده میشه، بعدن یه دونه در حقیقت بهش اضافه میشه. اما اگر من بگم پلاس پلاس x، اگر قرار باشه این x در یک عبارت ریاضی استفاده بشه، ابتدا یک واحد به مقدار x اضافه میشه، یعنی x میشه 6، بعد در یک عبارت ریاضی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خب و دقیقاً ماینس ماینس هم به همین سبک، منها x یا ماینس x، یعنی اول کم کن مقدار x رو، بعد در عبارات ریاضی استفاده کن. اما x ماینس یعنی x رو در عبارت استفاده کن، بعد مقدارش رو یکی کم کن. این تفاوتیه که این عملگرهای افزایشی اگر بعد و اگر قبل متغیر بیان در حقیقت چه اتفاقی بر روی متغیر خواهد افتاد. همین توضیح بود که خدمتتون گفتم. اما گفتم برای اینکه خیلی خوب متوجه این قضايا بشید و ببینید چه اتفاقی داره میفته، این مثال اینجا رو هم لطف کنید بنویسید رو سیستم و جوابش رو ببینید. من البته خودم هم یه مثال آماده میکنم توی فیلم بعدی، اینو دقیقاً بهتون نشون خواهم داد. پس لطفاً تا موقع این تمرین ها رو انجام بدید. من در یه فیلم دیگه عملگرد این پلاس پلاس و ماینس ماینس رو در یه مثال به صورت عملی خدمتتون نشون خواهم داد.